با مقصد پیشگیری و پرزور نمودن کارهای فهماندهی و نظارتی وابسته به بیماری نوی سرایتی کرونا ویروس، متخصصان مرکز تشکل طرز حیات سالم شهر اصفهان کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی و فهماندهی را در مؤسسه های تعلیمی راه اندازی می نمایند. ضمن صحبت و ملاقات ها با طالب علمان و آموزگاران و راهبران مؤسسه های تعلیمی، طبیبان به آنها در سمت رعایت قاعده های بهداشتی و استفاده منتظم نقاب ها توصیه می دهند. اخیراً با اشتراک کارمندان مرکز در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 با راهبری آموزگار فن تاریخ گلنازه محیدینова برای خوانندگان صنف دهم تحت عنوان از کرونا ویروس احتیاط شوید درس تربیوی آراسته شد. باید ذکر نمود که مأموریت تعلیمگاه، آموزگار و خوانندگان همین صنف برای تشکیل درس نمونوی و با صفت و پرمضمون گذرانیدن آن تیاری پخته دیده بودند. در جریان درس نخست آموزگار به طالب علمان بابت تاریخ پیدایش بیماری سرایتی کووید 19 تدبیر اندیشی ها بابت پیشگیری بیماری همگیر کرونا ویروس و رعایت قاعده های بهداشت سلامتی معلومات داده. از جمله ذکر نمود که حالا تمام جهان با کووید 19 مبارزه میبرد. در جهان قریب کشوری نیست که در آن این نمود بیماری وجود نداشته باشد. در جمهوری تاجیکستان نیز آخرهای ماه اپریل سال روان حادثه های اولی تصدیق شده بیماری سرایتی کرونا ویروس به قید گرفته شدند. امروز وضع در ارتباط به این بیماری در کشور ما نظر به بسیار کشورهای عالم از جمله جمهوری های همسایه بهتر است. با وجود این خطر موج دوم هر لحظه ما را تهدید می نماید. بعداً خوانندگان به گروه ها تقسیم شده اید به دانستن قاعده های عادی ترین تازگی و بهداشتی از جمله شستن دستان، پوشیدن نقاب، نگاه داشتن فاصله اجتماعی، با دست سلام نکردن و همدیگر را به آغوش نگرفتن و غیره دانش سنجی نمودند. در روند درس برای هدفناک و پرتأثیر گذرانیدن آن، آموزگار جوینده و ایجادکار گلنازه محیدینова از اصولهای معاصر تعلیم استفاده نمود و مهارت خوانندگان در سخنرانی، قرائت شعر، خواندن متن و سوال و جواب نیز خیلی جالب بود. سروری مرکز تشکل طرز حیات سالم شهر اصفهان حاکم جان سفرов و سروری تعلیمگاه گلنارخان کریمova با برابر اظهار قناعتمندی از فعالناکی خوانندگان آنها را به رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و مسافه معین شده و دیگر توصیه‌های طبیبان دعوت نمودند، زیرا آن شرط مهم و ضروری در مبارزه با این وبای عصر است.